کره‌ای‌ها دیگه دارن رسما دکترای پوست رو ورشکست میکنن. مایکرونیدلینگ یکی از روش‌های درمان منافذ جای جوش، اسکار و همینطور لک‌هایی که روی پوستت مونده که توسط پزشک انجام میشه. به صورت دستگاهیه که سوزن‌های ریز روش داره و این سوزن‌ها یه سری خراش روی پوستت ایجاد میکنن که باعث تولید کلاژن بیشتر میشه و همینطور این مشکلات پوستی رو درمان کنه. و اما کره‌ای‌ها اومدن یه دونه محصول تولید کردن که کار همون مایکرونیدلینگ رو خودت میتونی بدون پرداخت هزینه به دکتر انجام بدی. اون محصول هم اسمش ریدل شات هست. این ریدل شات حاوی ذراتیه که 14 برابر از منافذ پوستمون کوچیک‌ترن و از اسفنج‌های دریایی ساخته شدن. اینا به عمق پوستت نفوذ میکنن و توی پوستت خراش ایجاد میکنن. دقیقاً همون کاری که مایکرونیدلینگ وسط انجام میده. با این تفاوت که دیگه پوستت خونریزی نداره و این کار باعث میشه که پوستت کلاژن بیشتری تولید کنه و جوانسازی واسط انجام بده. چین و چروکت از بین میره، منافذت کوچیک‌تر میشه و لک‌هات هم از بین میبره، همینطور جای اسکار رو هم از بین میبره. این که چه پوستایی میتونن ازش استفاده کنن و به چه طریقی باید استفاده بشه و همینطور از چه دوزی باید شروع کنین واسه استفاده رو همه رو توی کپشن بهتون توضیح دادم.